پیش جای من یک دوان حوالا بود حتی گله چا سنگی وان دیگه بچین گلون قصه بکنش چه درابا دینه برک بود چه درابا بو هم شر نخواستن امن پیشمگی حزب دموکرات منیت و شر گلوتن نه اوه ششتکی برکی سپیرنگ هاو تقریبا میترکی بلند و میترکی قام وقتی که وزیر اسکردان از زودتر چون کرد بهش من برو بره از بی حرکت حموله که تقل مکرم جنازه حوالا بریندار که اسکر علی زاده بریندار بسر بیسیمی ذکر گازی من ناوی منی بیسیمی جی باور بو و اما جیمه گلک نخواش بو هم کتبو نهجیه که گلک تنگاوده از کشکی دیجو لچو مدی عبدی باقوی اوجی که مهاتا شایکن پشتی بهنده بدی آرپیجی دی سیده سکنی راسمی چی داری آرپیجی حداقل نهوی کن شهراده مگو که آرپیجی بدم وقتی آرپیجی ملی استاندو دو گل آرپیجی من نو خویدنا نو سنگری اسکرم گو تحولا پاشته هر او بودی ما جیوی داره جی شهر حوال همو دکان شاهدی برن کو از نگران بود وکو بخواه وکو مشتعل منطقه نازنکه اصلی نگران بود که اسکری ترکا یک دو او حوال پیکاکای را بین پایگاه آوان نزدیک بود پایگاه پریخانه همو 3-4 کیلومتر دوری دگوه هم 3 کیلومتر اینار بیشتر دوری دگوه همش بنیاد لشکرم شورش طبعا عملنا سريوغن با معدی ماشین هاتن تانک پانزر چند ماشین زد گله یه زخ همه هاتن تجی اسکر هن اسکر کشیا گند بیحسن کس ما نزانی چی بیه چون بردان شوان آن همه شوان جور دا اینو به نهیلان چه گز